کلیدی که خودش روش هست استفاده کنید. من اینو روشن میکنم و این دکمهشو وقتی که خاموش کنم دیگه هرچی کلید راکر رو بزنم روشن خاموش نمیشه. بیشتر این ماژولا کلید راکر دارن. حالا ما اینو روشن میکنیم که این روشن بشه و برای چرخهای جلو یه دونه محور این شکلی میسازیم و میذاریم که کف خواب بشه و بالا پایین نکن. بعد یه دونه سیخ چوبی میاریم و میزنیم از اینجا تا اینجا و یه دونه نی میندازیم روش. حالا به خاطری که بخواین بیشتر بالا نشه شوتیش بیاد بالا میتونین یه نخ از اینجا وصل کنین بهش و اینجا یه دونه پایه براش درست کنین. حالا هر جوری که میخواین میتونین پایه درست کنین براش. خب و حتما باید این دوتا جا پیچی که اینجا بودن رو بکنین که من کندم. حالا اینم تست ماکت. بایستین. این کف خوابشه. اینم شوتیش. من خودم نخ بس کردم که بیشتر از این دیگه بالا نیاد. این خوابیده کف خوابشه و اینم شوتیش که حالا ما قراره به انتخاب خود مشتری که این ماکت رو سفارش میده رینگ های وسل و خرچنگی و فولادی هر کدومش که خود مشتری انتخاب کنه رو میندازیم زیر این ماکت. خب نوربالا رو هم پارت بعدی آموزش میدم. خب اینم بود از ویدیو امروز. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردی و لایک و ساب.